درود میگنم به بیننده عزیزی رادیو آزادی، به همه هایی که این لحظه ها وقتی خودشان را برای ما جدا کردند و تشکر میگم ما رو تماشا میکنید و امیدوارم هر کجای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و با دقت ما رو تا چند دقیقه دیگر گوش کنید. ساعت به وقتی پراگ 7:03 است و به وقتی دوشنبه 2:03 و من چند خبری رو میخواهم به سهم شما برسانم که مهم هستند، جالب هستند و فکر میکنم برای شما نیز جالب خواهد بود. و شروع میکنم از اون که دیروز حداقل در یک ورزشگاه شهر تهران به زنان اجازه داده شد که امروز با مردان داخل ورزشگاه شده قوازمایی ایران بر مقابل اسپانیا را در لوحه بزرگ این ورزشگاه تماشا کنند. همین طریق یک ممانعتی که سالهای طولانی جای داشت ظاهرا از بین رفته است. روز چهارشنبه شورای محلی تهران حکم برآورد که ورزشگاه آزادی و تختی شهر تهران اجازه دهند که زنان قوازمایی ایران و اسپانیا را که در شهر قزان روسیه جریان داشت تماشا نمایند. عکس‌های زنان در شبکه‌های اجتماعی جای داده شده است و 37 سال پیش مقامات ایران ورود زنان برای تماشای قوازمایی ها در ورزشگاه ها را منع کرده بودند. خبرگزاری اسنا نوشته است که اجازت نامه تنها برای یک قوازمایی دیروزه بوده است، ولی این خبرگزاری از نقل فعالان می‌افزاید که اگر این فعالان تلاش برای اجازت زنان را افزایش بدهند، من این دستور برای دائمی لغو می شود. ضمناً دیروز تیم ایران در رقابت با اسپانیا با حساب 1-0 ناکام شد و بازی سوم این دسته با تیم پرتغال است و خواهیم دید که با کدام نتیجه می رسند. خب برمیگردیم به تاجیکستان و در اونجا با کمک مهاجران از روسیه یک کودک 8 ساله تاجیک از بیماری نورسایی کار دل و اینکه با اصطلاح معروف پاروکسیرس رنج میبرد جراحی شده است. این طفل خسروجان سفرов ساکن شهر کولوب است و چند پیش در یک نوار ویدیویی حاضر شد و گفت که از بیماری دل رنج میبرد و نمیتواند مثل دیگر همسالانش بازی کرده و به مکتب رود. در این نوار که در شبکه‌های اجتماعی زیاد پخش شده بود دیده میشد که پسرک به جراحی نیاز دارد و سفربی جلال و مادری خسرو جان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش 19 ایون در بیمارستان میدگرداگ شهر دوشنبه جراحی شد. جلال و افزود که به تنهایی توان پرداخت خرج جراحی خسرو جان را نداشتند و تنها با کمک مهاجران این کار امکان پذیر شده است. این مادر تاجیک گفت که جراحی پسرش در بیمارخانه 8 ساعت ادامه کرد و پس از جراحی صحت و سلامت برآمده است. خب با استفاده از فرصت سفربی جلال و از آنهایی که برای جراحی پسرش یاری کردند سپاسگزاری نمود. ضمناً باید گفت که این تنها حادثه نیست که افراد نیازمند در تاجیکستان برای کمک به مهاجران کاری تاجیک در روسیه مراجعت میکنند. به این منظور مهاجران تاجیک یک بنیاد خیریوی را با نام فوند تاجیک نیز تأسیس داده بودند. این بنیاد با عائله‌های کم بزاعت و آنهایی که در خانه کودکان یا که در خانه خودشان کودک معیوب را به وای میرساندند کمک مالی و غذایی میکرد. مهاجران در برخی از نقاط تاجیکستان در ساختمان و تعمیر راه، مکتب و بیمارخانه ها نیز سهم میگیرند و بنا به اطلاع مقامات کشور در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک این شب و روز زحمت میکشند. یک سوال این است که کمبغل کیست و معیار کمبزاعتی در چیست؟ محض این سوال هم دیروز در جلسه پارلمان تاجیکستان بحث داغ را به پا کرد. بحث از آن شروع شد که شکرجان ظهورov رئیس مجلس نمایندگان گفت بنا به آمار نشر شده سال 2003 تا 2015 میزان فقر در تاجیکستان به طور چشمرس کاهش یافته از 73% تا 31% پایین آمده است. ولی او سوال گذاشت که این آمار از کجاست و بر اساس چی درست شده است؟ معاون وزیر تندرستی تاجیکستان سعیده عمرزاده در صحبت با رادیو آزادی معیار کمبغل را چنین شرح داد: شخص کمبغل کسی است که منبع درآمد ندارد، در یگان جا کار نمیکند، صاحب فرزندی معیوب است یا کودکان خردسال دارد که امکانی در یگان جا کار کردنش نیست. همچنین فرزند دانشجو دارد که در دانشگاه طریق شرطنامه تحصیل میکند و برای او مبلغ ضرور است. خانواده‌ای که در این شرایط فرزند دانشجو دارد بر اساس این سازشنامه یا برنامه حجم مبلغ شرطنامه 50% کم کرده می شود. ضمناً تاجیکستان در شناخت کمبزاعتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از $2 برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمیپذیرد و کمبزاعتان را بنابر وضع خانواده و حیات عائله و میزان درآمد شناسایی میکند. عین زمان بیش از 80,000 خانواده در تاجیکستان کمبزاعت اعتراف شدند و از دولت کمک اجتماعی میگیرد.
بیش از 500 مردک توجیک زندان را بهتر از سپردن الیمنت دانستند. دادگاه‌های تاجیکستان در 1.5 سال آخر این شمار مردان را برای سرپیچی از پرداخت الیمنت به فرزندانشان از 1 تا 3 سال زندانی کرده است. این مردان از همسران خود جدا شدند، با قرار دادگاه موظف به پرداخت الیمنت بودند، ولی با گذشت وقت زیاد برقصدانه آن را نپرداختند. یک مسئول دادگاه ختلون که نزدیک 10 پرونده سرکشی از الیمنت را بررسی کرده است گفت این مردان توان سپردن الیمنت را داشتند، ولی برقصدانه بنابر مناسبت ناخوب با همسران حق فرزندان را پرداخت نکردند. این مسئول دادگاه 2 پرونده را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت که مردان با همسران خود همگی کمتر از 3000 سومانی را نپرداختند. در دادگاه زینه پایانی گفتند که راضی‌اند زندانی شوند، ولی به همسران سابق خود برای تربیت کودک 1 درهم نمی‌دهند. مردانی که از سپردن الیمنت سرپیچی میکنند از 1 تا 3 کودک در تربیت همسری سابق دارند و دادگاه آنها را به سپردن از 80 تا 250 سومانی برای هر یک کودک موظف کرده است. سن سال این مردان از 25 تا 34 سال را تشکیل میدهد. امبودسمن حقوق کودک با تحلیل این امور گفته است در چنین بحث‌های پدر و مادر از همه بیشتر کودکان ضرر مادی و معنوی می‌بینند و سال گذشته دادگاه‌های تاجیکستان برای از همپاشی بیش از 10,000 جفت قرار صادر کرده است که بلندترین نشانداد در چند سال اخیر بوده است. و یک خبر دیگر این است که دادگاه خوجند روز 20 ایون شنیدن بیانات شاهدان پرونده خیرالله میرسعیدov خبرنگار و رهبر گروه KVN را انجام داد. در پرونده او 25 شاهد ثبت شدند. با همین دادگاه ادامه معرفی را به روز دوشنبه 25 ایون گذاشت. انتظار می رود روز دوشنبه 25 ایون در دادگاه خوجند مسئولین انجام سنجش خرج‌های پولی خیرالله را و گروه KVN همچنین پرسیده شوند و بر اساس اودیت همین گروه حدود 125,000 سومانی مبلغ صرف شده در فعالیت گروه حاضر جوابان همچون نارسایی به قید گرفته و میرسعیدov بازداشت شده بود در ماه دکبر سال گذشته. بیننده عزیز، این چند خبری بود که میخواستم با شما در میان بگذارم و تشکر میگم که ما را تماشا کردید. بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر همه شما را در معرفی سرخط خبرهای مهم انتظارم.